استارتاپ ویزای کانادا چیه که همه دارن میفروشنش، همه دارن تبلیغش میکنن دیگه؟ ماسفروشی مشمالشالله هم داره یه جورایی تبلیغش میکنه و میفروشتش تا جاستین ترودوی صاحب کانادا. چیه این استارتاپ ویزای کانادا که اینقدر راجبش صحبت میکنن؟ اسمش یه بخشیش که روشه استارتاپ بیزنس های جدیدی رو میگن که با یه ایده و در واقع یک خلاقیتی یه محصول یا سرویس یا خدماتی رو میخوان ارائه بدن توی یه بازار. این کلیت خیلی ساده این که اصلا استارتاپ چی هستش. معمولا چند نفر با هم جمع میشن، یه ایده خلاقانه‌ای دارن و میخوان اون رو برسونن به در واقع پول و بیزنس دیگه. این میشه استارتاپ. حالا کشورهای دنیا برای اینکه این ایده های خلاقانه رو جذب بکنن اومدن یه برنامه‌های مهاجرتی هم بر اساس این استارتاپ ها بنا گذاشتن که حالا نیروهای متخصص، افراد خلاق از جای جای دنیا بکشونن اینها رو به کشور خودشون. خیلی از کشورهای اروپایی و همینطور کانادا از این روش مهاجرتی استفاده کردن برای اینکه جذب کنن این افراد خلاق که خب تأثیرم بذاره روی اقتصادشون. این یه چیز کلیه. حالا ویزای استارتاپ کانادا چی هستش؟ قاعدتا اونم بر مبنای همین یه ایده خلاقانه است که به هر حال تجاری سازی باید بشه و بر مبنای اون ایده خلاقانه میان به یه تیم اجازه میدن که درخواست اقامت دائمه کانادا رو بدن. این خیلی خلاصش. حالا این استارتاپ برای اینکه شما بتونی وارد برنامه مهاجرتی بشی باید یه خصوصیاتی داشته باشه. یعنی اینجوری نیست که شما هر بیزنسی یا هر ایده خلاقانه‌ای که داشته باشی کانادا اینو به عنوان یه استارتاپ برای برنامه مهاجرتیش بپذیره. 3 تا خصوصیت اصلی رو اداره مهاجرت اعلام کرده که اینو به عنوان خصوصیات استارتاپ در نظر گرفته که باید داشته باشن تا افراد متقاضی بتونن درخواست مهاجرت بدن یا درخواست اقامت دائم بدن. یکیش اینه که خب راجعش صحبت کردیم، اینوویتیو باشه یا خلاقانه باشه. یعنی یه چیز جدیدی باشه، یه چیزی نباشه تکراری، خیلی نباشه این ایده. خب یکی دیگهش اینه اصطلاح خودشون economic benefit داشته باشه. یعنی چی؟ برای اقتصاد کانادا منفعت و سود ایجاد بکنه. حالا این منفعت و سود ممکنه ایجاد در واقع کار و شغل بکنه برای کانادایی‌ها، یا اینکه ایده مثلا به صنعت، به فرهنگ، به این موارد اجتماعی کانادا کمک بکنه. و سومیش اینه که قابلیت جهانی شدن یا گلوبالایزیشن داشته باشه. یعنی که این استارتاپ این امکان رو داشته باشه که فقط تو کانادا نباشه، بعداً اگه بزرگ شد بشه توی کشورهای دیگه هم انجام بشه یا در واقع اونجا هم بتونه پروداکتش رو یا سرویسش رو بفروشه. خب این 3 تا خصوصیت رو استارتاپ باید داشته باشه که اساساً اداره مهاجرت این رو به عنوان استارتاپ بپذیره. این یه بخشی از قضیه ویزا استارتاپ کانادا است. حالا آیا این خصوصیات رو داشتن کفایت میکنه برای اینکه اون تیمی که میخواد بیاد روی پرونده استارتاپ ویزا در واقع پذیرفته باشه؟ بازم نه. اینجا اداره ایمیگریشن کانادا اومده یه سری شرکت ها رو معرفی کرده که حالا اصطلاحاً میگن Designated Organization، خب یا DO. 3 دسته شرکتن: اینکیوبیتورها، انجل اینوستورها و ونچر کپیتال و یه لیستی دارن اینا. یعنی همه انجل اینوستورهای کانادایی هم نه، همه ونچر کپیتالهای کانادایی هم نه. حالا راجع به اینم صحبت می‌کنیم که اینا چی هستن. این شرکت ها باید بیان اون ایده یا بیزنس پلن شما رو تایید بکنن، اول بپذیرنش، یه تاییدیه بدن که بعد در واقع شما اصلا بتونید وارد پروسه پرونده مهاجرتی ویزای استارتاپ بشید. این 3 دسته همونجوری که اشاره کردم یکیشون اینکیوبیتورها هستن. اینکیوبیتورها توی فارسی معروفن به شتاب دهنده ها. خب شتاب دهنده ها اصولا کارشون اینه که یه سری خدمات و امکانات میدن به استارتاپ ها. یعنی چه جوری؟
مثلا یه استارتاپی شروع شده، جا نداره که بخوان مثلا اون نفرات اصلیش یا تیمش بشینن و با هم فکری کنن یا یه کاری انجام بدن. جا در اختیارشون میذاره، نرم افزار در اختیارشون میذاره، تجهیزاتی مثل لپتاپ یا هر تجهیزات دیگه‌ای که لازمه برای اون کارشون در اختیارشون قرار میده. این در واقع، حالا من خیلی ساده دارم میگم اینا معمولا کاری است که اینکیوبیتورها انجام میدن. پس کار اینکیوبیتورها تو پروسه استارتاپ فقط اینه که پرونده یا اون بیزنس پلن رو بررسی بکنن و ببینن اصلا این به درد کانادا میخوره، اصلا تو کانادا قابلیت اجرا شدن رو داره یا نداره و یه سری خدمات هم ارائه میدن. مثلا ممکنه یه سری دوره آموزشی حتی بذارن برای متقاضی اون استارتاپ. خب انجل اینوستورها علاوه بر اینکه همه اون کارهای دیگر رو که اینکیوبیتورها میکردن انجام میدن، متعهد باید بشن تو این پرونده استارتاپ ویزای کانادا که $75,000 کانادایی هم روی اون استارتاپ سرمایه گذاری کنن. ونچر کپیتال ها باید تعهد بدن به اداره ایمیگریشن که $200,000 سرمایه گذاری میکنن روی این پرونده، روی اون کیس در واقع استارتاپی. این فرق اصلی بین این سه تا دسته شرکته. خب 3 دسته شرکتن که اینها شما بیرون از بحث ایمیگریشن کانادا هم اسمشون رو میشنوید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه ونچر کپیتالی باشه، اصلا کارش اینه، ونچر کپیتال یا انجل اینوستور کارش اینه که یه تیمن، یه شرکتن، منتظرن که آدما ایده هاشون رو بیارن و اینا بررسیش بکنن. اگر ایده خوبی باشه روش سرمایه گذاری میکنن، معمولا هم درصدی از سهام رو میگیرن از اون در واقع افراد اولیه، افرادی که در واقع اون ایده رو داشتن و بعد میان پول میذارن سرمایه گذاری میکنن. خب این کار اصلیشون اینه این شرکت ها. ولی معنیش این نیست که هر شرکتی که ونچر کپیتال بود یا انجل اینوستور بود یا اینکیوبیتور بود میتونه رو پرونده مهاجرتی ویزا استارتاپ کانادا کار کنه. معنیش این نیست. اشاره کردم خود اداره مهاجرت کانادا یه لیست اعلام کرده که رو وبسایتش هم هست. از توی این شرکت‌های تعداد اسامی مشخصه که اینها فقط میتونن در واقع اون تاییدیه مورد نظر اداره ایمیگریشن رو بدن. تاییدیه‌ای هم که اینا در واقع این شرکت‌ها صادر میکنن لتر آف ساپورت اسمش یا LOS بهش میگن. یک نامه دیگه هم البته که صادر میکنن این DO ها که بهش میگن Commitment Certificate که Commitment Certificate رو به اداره ایمیگریشن میدن. این سرمایه گذاره در واقع 2 تا نامه صادر میکنن. یکی لتر آف ساپورته که به متقاضی میدن، متقاضی ها میتونن با اون لتر آف ساپورت برن درخواست اقامت دائم بدن به اداره ایمیگریشن. یک Commitment Certificate میدن که اسمش هم روشه. Commitment یعنی یه تعهد، یه تعهدی به اداره ایمیگریشن میدن. حالا این تعهد برای اینکیوبیتور مالی نیست ولی برای انجلا و ونچرها مالی هم هست. یعنی اونجا توی اون برگه تعهد میدن که سرمایه گذاری میکنن روی این بیزنس. خب تمام شد. یعنی ما یه بیزنس داریم با اون 3 تا خصوصیت. یه شرکت دیوی هم پیدا شد، اومده تاییدیه رو داده و سلام بریم جلو، پیار شدیم، اقامت دائم گرفتیم. خیر، اینو اشاره کنم روی هر ایده‌ای که در نهایت باید به بیزنس پلن تبدیل بشه، رو هر ایده‌ای 5 تا متقاضی اصلی میتونه بیاد و درخواست اقامت دائم بده. 5 تا متقاضی اصلی که میگیم یعنی یک فرد اصلی به همراه خانواده‌اش که شامل همسر و فرزندان زیر 22 سال میشه. پس ممکنه تعداد افراد توی پرونده استارتاپ خیلی زیاد باشن. 5 نفر نیست، 5 متقاضی اصلیه به همراه دیپندنتاشون یعنی همراهانشون. این متقاضی اصلی روی پرونده استارتاپ باید یه سری خصوصیات داشته باشه. یه سری ریکوایرمنت اعلام کرده داره مهاجرت کانادا که باید این ریکوایرمنت ها داشته باشه که بهش اجازه بدن درخواست اقامت دائم بده. 2 تا چیز اصلی داره، حالا یه عالمه هم چیزای فرعی داره. اصلیاش که اعلام شده اینه که سطح زبان متقاضی اصلی باید حداقل CLB 5 باشه که حالا CLB 5 تقریبا میشه همون آیلتس 5. و 2 اینکه تمکن مالی داشته باشه. تمکن مالی که روی پرونده استارتاپ هستش و تمام پرونده های کانادا بر اساس جدولی به اسم جدول لایکو
که هر سال آپدیت میشه و اعلام میشه. بر اساس اون جدول متقاضی جدولی بر اساس تعداد نفرات خانواده تعیین میشه. تمکن مالی که ارائه باید بشه روی پرونده استارتاپ برای یک نفر، یعنی متقاضی هستی فقط خودش باشه، اون چیزی که الان تو سال 2024 داریم 13757 دلار کانادا، برای 2 نفر 17127 دلار کانادا، برای 3 نفر 21055 دلار کانادا و برای 4 نفر 25564 دلار کانادا و به همین ترتیب اضافه میشه دیگه. تعداد نفرات هرچی بیشتر بشه قاعدتاً تمکن مالی هم بیشتر میخواد. این 5 نفر یا این 5 متقاضی اصلی در واقع این 2 تا خصوصیت رو باید داشته باشن. پس گفتیم زبانشون در اون حد باشه و تمکن مالیشون. این 2 تا خیلی مهمن. من یه مثلث 3 ضلعی در واقع در نظر میگیرم برای پرونده استارتاپ که یکیش شاید بگیم اون ضلع بالایش که مهمتره letter of support یا LOS، یکیش تمکن مالی متقاضیه و دیگری هم میشه سطح زبان متقاضی. اینا مهمترین چیزایی هستن که روی پرونده استارتاپ در نظر گرفته میشه. حالا من اینجا میخوام کلا توی این صحبتی که دارم براتون میکنم یه ریزکاریایی رو هم بهتون بگم که متاسفانه توی تبلیغات اینا بهش اشاره نمیشه، چون همه اعلام میکنن که معمولا میگم چون الان ماسبندی هم کم کم استارتاپو دارن میفروشن دیگه اشاره به این نمیکنن که استارتاپ خیلی عالی، بهترین برنامه مهاجرتی و فلان، سطح زبان کم میخواد که بله راست میگن، تحصیلات آنچنانی نمیخواد، بله راست میگن، نمیدونم سن تاثیر نداره، اینا همه رو درست میگن، اما واقعیتش اینه که اینطوری هم نیست. یعنی یه سری ریزکاری داره. الان میخوام یه ریزکاری همونجا که چون اشاره کردیم به تمکن بهتون بگم. ببینید تمکن مالی رو پرونده استارتاپ عددش بالا نیست، یعنی مثل پرونده های سرمایه گذاری و اینها یا خرید بیزنس و اینها نیستش. خب ولی واقعیتش اینه که از اونجایی که پروسه پرونده اقامتی که استارتاپ هم یکی از اونهاست، پروسه این پرونده طولانیه، یعنی شما باید 2 سال به بالا رو در نظر بگیرید و از اونجایی که افسر پرونده در هر لحظه ای از این پرونده ممکن است شما آپدیت بخواد، بنابراین شما اون مبلغی رو که به عنوان تمکن اعلام کردی همیشه باید نگه داری. حالا مثلا اگر حساب ارزیه یا اگر پسندازته یا حساب بلند مدت ریالیته، این پول باید همش تو حساب شما باشه و نه تنها که باشه بلکه با افزایش نرخ دلار اون مبلغش هم باید افزایش بدی. خب بنابراین این یه نکته مهمه در نظر داشته باشید. تمکنی که روی استارتاپ دارید شما میدید با تمکنی که رو ویزای توریستی یا تحصیلی میدید متفاوته، به خاطر اینکه شما رو ویزای توریستی نهایتا ظرف 3-4 ماه پرونده تمام میشه، یا ریجکت میشی یا قبول میشی، بعدش دیگه مهم نیست شما تمکن داشته باشی یا نه، یا همینطور تحصیلی. ولی تو پرونده‌ای که 2 سال یا 3 سال قرار طول بکشه، شما در تمام طول این مدت باید این پول رو تو حسابت نگه داری. پس چیز ساده ای نیست، این رو در نظر داشته باشید. راجع به زبانم باز توضیح میدم، تو جلوتر بریم جلو من یه بخش دیگه از صحبتامو بگم، بهتون میگم کجا هم به زبان میرسیم. خب ما رسیدیم به این که 5 تا متقاضی به همراه خانواده‌هاشون میتونن درخواست اقامت دائم بدن. این هم در نظر داشته باشید که اون شرکت دی او یه پروسه‌ای داره برای تایید اون بیزنس شما یا اون ایده خلاقانه شما. به خصوص انجل ها و ونچر کپیتال ها یه پروسه قانونی دارن، پیچ دک دارن، شما باید بری دفاع کنی از ایده‌ات، اونا بررسی کنن، بررسی اولیه‌شون تاییدیه اولیه میدن و بعد در نهایت لتر آف ساپورت صادر میشه. لتر آف ساپورت هم یه کاغذ، یعنی یه فرم مانندیه که توش مشخصات اون ایده شما یا بیزنسی که هست ثبت شده، مثلا توی کانادا نفراتی که روی این استارتاپ قرار بگیرن، همراه پوزیشنشون و وظایفشون توی اون بیزنس، اینا همه قید شده توی این لتر آف ساپورت. چیز خیلی عجیب غریبی نیستش لتر آف ساپورت. و همینطور این نکته هم باید در نظر گرفته بشه، انجلا و ونچرا باید که سهامدار باشن، یعنی همراه معمولا اینجوری هستش که خود متقاضیان اصلی حداقل باید 10% از سهام اون شرکت رو داشته باشن. متقاضیای اصلی به علاوه در واقع اون دی او
باید بالای 50% سهام اون بیزنس رو داشته باشن که کانادا بپذیره اون رو به عنوان استارتاپ که در واقع پشتش به شما اقامت دائم بده. اینم بحث مهمیه که باید در نظر گرفته بشه. اینم اضافه کنم که بخش عمده فعالیت اون بیزنس باید داخل کانادا انجام بشه. یعنی فرض کنید شما یه ایده‌ای داری که میخوای یه محصولی رو تولید بکنی. خب اگر تولید اون محصول مثلا 70%ش توی چین قرار انجام بشه و شما قرار مثلا 30% مابقی تولید رو بیاری داخل کانادا انجام بدی، این استارتاپ قابل قبول نیست برای اینکه شما بری باهاش اقامت دائم بگیری. میتونی استارتاپ رو بزنی اینجا، میتونی شرکت رو بزنی، ولی باهاش اقامت بهت نمیدن. برای اینم در نظر بگیرید. دوباره تکرار میکنم، در واقع بیشتر از 50% عملیات تولیدش باید داخل کانادا انجام بشه اگر پروداکت باشه. اگر سرویس هم باشه قاعدتاً بخش عمده‌ای از عملیات اجراییش باید داخل کانادا انجام بشه، نه بیرون از کانادا. 5 تا متقاضی داریم، شرایطشون هم اوکیه، لتر آف ساپورت هم گرفتن. حالا چی؟ بله، بعد از اینکه لتر آف ساپورت صادر شد، متقاضی‌ها به همراه خانواده‌شون میتونن درخواست اقامت دائم کانادا رو به اداره مهاجرت بدن. یه پوان دیگه هم اینجا گذاشته اداره مهاجرت کانادا برای کسایی که درخواست ویزای استارتاپ کانادا رو میکنن. اونم اینه که اگر به تشخیص اعضای تیم و همینطور دی او یا اون شرکت سرمایه گذار تشخیص بدن که آقا یکی یا چند نفر از اعضای این استارتاپ لازمه که زودتر وارد خاک کانادا بشن که یه سری مقدمات این بیزنس رو آماده کنن. خب این امکان فراهمه که یک یا چند نفر یا حتی همه اعضا به عنوان essential person یا افراد کلیدی معرفی بشن روی استارتاپ. چه حسنی داره؟ اگر شما به عنوان فرد کلیدی تشخیص داده بشی یا انتخاب بشی توی پرونده استارتاپ، میتونی بعد از اینکه لتر آف ساپورت صادر شد، بعد از اینکه درخواست پیارتون رو ارسال کردین، بیاید یه درخواست ورک پرمیت بدید. یه درخواست ورک پرمیت میدید و به همراه اعضای خانواده‌تون با اجازه کار وارد خاک کانادا میشین. اجازه کاری که در این پرونده داده میشه اجازه کار 1 ساله است و کلوزد ورک پرمیت هم است. معنیش چیه؟ یعنی اینکه شما فقط توی اون بیزنس خودتون میتونید فعالیت داشته باشید، نه بیزنس دیگه‌ای. Closed work permit، open work permit. Closed work permit برای متقاضی اصلی، open work permit برای همسر متقاضی. یعنی این پوانیه که داده میشه به فرد اسنشیال یا افراد اسنشیال. ها رو بعضی از مثلا تیم‌های استارتاپی میان همه اعضاشون رو اسنشیال اعلام میکنن و همه‌شون با ورک پرمیت زودتر از اینکه پرونده پیارشون بررسی بشه وارد خاک کانادا میشن. هم خوبه هم بده. خب یه سری بدی هم داره، اینکه اگر فرد کلیدی یا اسنشال پرسن پرونده پیارش ریجکت بشه، نه پرونده ورک پرمیتش، پرونده پیارش اگر به هر دلیلی ریجکت بشه، همه اعضای تیم استارتاپی ریجکت میشه پروندهشون. دقت کن، یه بار تکرار میکنم، پرونده ورک پرمیتش نه، چون ما افراد کلیدی داریم که به هر دلیلی کانادا نمیپذیره، داره ایمیگریشن نمیپذیره که این اصلا باید ورک پرمیت بگیره یا احساس میکنه که اصلا فرد کلیدی نیست. خب یا حالا به دلایلی بهتون میگم متقاضی فرد کلیدی باید سه شرایط هم داشته باشه برای اینکه بتونه اون ورک پرمیت رو بگیره. شاید اون شرایط رو نداشته باشه، بهش نمیدن اون اجازه کار رو، ریجکتش میکنن. خب هیچ مشکلی برای پرونده پیارش به وجود نمیاد، نه برای خودش نه برای بقیه اعضا. اما اگر پرونده پیارش ریجکت بشه، فرد کلیدی، این باعث میشه همه اعضای استارتاپی پروندهشون ریجکت بشه، پرونده پیارش. فرد متقاضی اصلی که در واقع به عنوان اسنشیال معرفی میشه، یه سری خصوصیات باید داشته باشه. مثلا اینکه پوزیشنش توی اون استارتاپ باید جوری باشه که نشون دهنده این باشه این فرد کلیدیه. مثلا فرض کنین اگر شما دارید خدماتی، یعنی فرض استارتاپ شما فروش خدمات، اگر این خدمات نیاز به یه سری بازاریابی یا بازارسنجی داشته باشه پیش از اینکه شروع بشه، خب مثلا مارکتینگ منیجر اون استارتاپ منطقیه که بیاد اسنشیال پرسن بشه، ولی بعضی وقتا این پذیرفته نمیشه بسته به نوع بیزنس. حالا این بحثی که چه خصوصیاتی داشته باشه از نظر بیزنسی کاملا مرتبط با نوع استارتاپ، ولی خود اون فرد کلیدی
یا اسنشیال پرسن علاوه بر این که باید خب مهم باشه تو این پرونده، مهم باشه برای بیزنس که به عنوان فرد اسنشیال انتخاب میشه، باید سری خصوصیات بیشتری هم داشته باشه. اون چیه؟ تمکن مالی که ارائه میده تقریباً 2 برابر تمکن مالی که فرد متقاضی معمولی روی استارتاپ داره. مثلا عددش رو بهتون بگم، برای یک متقاضی اسنشیال باید 27514 دلار کانادا تمکن مالی نشون بده. اگر 2 نفر باشن 34254، اگر 3 نفر باشن روی پرونده در واقع به عنوان متقاضی هستی، خانواده‌اش 3 نفره باشن، باید 42111 دلار کانادا و اگر 4 نفر باشن 51128 دلار کانادا باید تمکن نشون بده. و اشاره کردم که این تمکن به دلیل اینکه افسر پرونده در هر لحظه‌ای ممکنه آپدیت بخواد از متقاضی، باید این پول تو حسابش بمونه تا پایان این دوره‌ای که اقامت دائم بهش میدن. این کلیت اسنشیال پرسن. اینم بگم، ببینید جایی عنوان نشده که اسنشیال پرسن حتما باید سطح زبانش بهتر باشه از همون آیلتس CLB5، اما ترجیح اینه که سطح زبانش بالاتر باشه. چون ما داریم میگیم که ایشون میخواد بیاد کانادا یه سری کارا رو جلوتر انجام بده دیگه، خب باید ارتباط بگیره قاعدتا. این به نظر من نکته‌ای که افسر بهش دقت میکنه. یعنی شما فرض کن به عنوان مارکتینگ منیجر استارتاپ CLB5 خیلی رضایت بخش نیست برای افسر که بهش ورک پرمیت بده، باید سطح زبانش یه خورده بهتر باشه. خب اینه که عرض میکنم همه از تجربیات پرونده های مختلفی که داشتیم، یعنی فرضیات نیست. چون من دیدم خیلی یه سری فرضیات رو دوستانمون اعلام میکنن که اصلا خیلی عجیب غریبه، حالا به اونا هم میپردازیم. من این نکته رو مجددا تاکید بکنم، شما باید لتر آف ساپورتت صادر شده باشه، پی آر تو سابمیت کرده باشی، یعنی درخواست اقامت دائمت سابمیت کرده باشی، بعد درخواست اجازه کار بدی به عنوان اسنشیال پرسن. خب این رو حتما باید در نظر بگیرید. یه بحثی پیش اومد سال گذشته راجع به این که اداره ایمیگریشن اعلام کرد یه فسیلیتیایی رو میخواد برای اسنشیال پرسنال روی استارتاپ بذاره و اصلا اعلام کرد همه اعضاش رو به همه اعضای پرونده استارتاپ اوپن ورک پرمیت میده و 3 ساله هم میده که هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. و حالا یه سری رو این به قول معروف موج سواری کردن و تبلیغات کردن که های استارتاپ داره به همه اعضاش ورک پرمیت، اوپن ورک پرمیت میده و 3 ساله میده و نه، اینطور نیست. الان هنوز همچین چیزی اجرایی نشده و بعید هم میدونم اجرایی بشه، به دلیل اینکه موقعی که این اعلام شد وزیر مهاجرت قبلی بود، وزیر مهاجرت جدید که اومد اصلا کلا اینو مسکوت گذاشت، یعنی انگار اجراش نکردن و توافقی روی اجراش به صورت نگرفته در واقع. پس این قضیه رو فراموش کنید که اوپن ورک پرمیت میدن به اسنشیال پرسن و 3 ساله هم میدن. این 1 سال دادن ورک پرمیت ها هم یه خورده دردسرسازه. من اشاره میکنم بعدم بهش که چه دردسرایی داره. یعنی اینجوری هم نیست که شما به عنوان اسنشیال پرسن همه چی گل و بلبل باشه براتون. باید یه سری موانع هم پشت سر بذارید، یه سری سختی‌ها هم بکشید. این کلیت خیلی ساده شده استارتاپ ویزای کانادا بود که من عرض کردم خدمتتون. استارتاپ ویزای کانادا یه سری مزیت‌ها داره که خب خیلی عنوانش کردم، باز من مجبورم اینجا یه اشاره بهش بکنم. یکی اینه که خب برنامه فدراله، یعنی که شما هر جای کانادا اگر پی آرتون رو بگیرید یا تایید بشه در واقع برنامه شما، استارتاپ شما، هر جای کانادا میتونید اقامت داشته باشید بعد از اینکه پی آرتون رو گرفتید. باز اینجا یه پرانتز باز بکنم، اینجا یه تبصره داره. اسنشیال پرسنی که زودتر داره میاد و هنوز پی آر نشده، فقط باید توی اون استان یا شهری باشه که سرمایه گذارش هست، یعنی اینجا دیگه نمیتونه هر جای کانادا بره. خب مزیت دیگهش اینه که این پرونده های استارتاپ ویزای کانادا امتیازی رقابتی نیست، یعنی مثل اکسپرس انتری و CEC و عرض میکنه، حالا مثلا پرونده های حتی سرمایه گذاری و استانی و اینا همشون امتیازی هن. یعنی شما سنتون، سطح زبانتون، اینا همه امتیاز داره و باید درا بشید بر اساس اینکه چه ظرفیتی میخوان
بالاترین امتیازها رو انتخاب میکنن و درا میشید. توی استارتاپ اینجوری نیست، یعنی شما وقتی مینیموما رو داشته باشید دیگه بحث رقابت با کسی نیستش. خب سطح زبانش به نسبت خیلی از برنامه‌های دیگه پایین‌تره، اشاره کردیم بهش، CLB 5 میخواد. سن به عنوان محدودیت توی این برنامه در نظر گرفته نشده، هر چند که نمیشه روی این خیلی مانور داد. ببینید ما نمیتونیم بگیم که آقا مثلا یه فرد 75 ساله مثلا میخواد بیاد یه استارتاپ خدماتی ارائه بده. خب این نیاز داره به اینکه شما فعالیت داشته باشید، حرکت بکنید، مارکتینگ بکنید. خب یه خورده ثقیله، اینو افسر در نظر میگیره. یا فرد مثلا 22 ساله به عنوان مدیر عامل یه استارتاپ بدون سابقه مثلا مدیریتی، بدون سابقه بیزنس داشتن، خب یه خورده عجیبه برای افسر و محاله یا بعیده که بخواد تایید بده اون استارتاپ رو. این رو در نظر بگیرید. ما میگیم سن محدودیت نداره توی برنامه استارتاپ، ولی واقعیتش اینه که بررسی هم میشود توسط افسر. تحصیلات هم به همین شکل، یعنی تحصیلات جز ریکوایرمنت های این برنامه نیست. اما بزرگی اینجا هست. ببینید یه وقتایی هست که شما بیزنس داشتید، تجربه بیزنس دارید، تجربه داشتن یک تجارت رو دارید سالها. شما میتونید به عنوان مدیر عامل، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی مثلا فعالیت داشته باشید توی استارتاپ. اما یه تخصصایی وجود داره که عملاً شما بدون تحصیلات اصلا نمیتونید بهش برسید. مثلا فرض کنید شما CTO یه استارتاپ بخواید بشین، یعنی فرض کنید شما بخواید از نظر مدیر آیتی یه استارتاپ بشید یا دیولپر یه استارتاپ باشید، خب باید تحصیلات کرده باشید. یا اگر مثلا استارتاپ شما در زمینه معدنی هستش، خب باید یه سوابقی راجع به این موضوع داشته باشید. سوابق معدنی هم یه خورده سخته که شما بگید من هیچ تحصیلاتی نداشتم. بنابراین این که تحصیلات تاثیرگذار نیست اصلا حرفیه که خیلی درست نیست. یعنی بسته به این پوزیشن شما توی اون استارتاپ، بسته به نوع موضوع استارتاپ شما، ممکنه حتی نیاز باشه که شما تحصیلات خاصی هم داشته باشید. خب ورود با ورک پرمیت هم که اشاره کردیم جزء مزایاشه. اشاره کردیم که سرمایه اولیه‌ای نمیخواد، یه تمکن منطقی داره، ولی خب باید به اینم اشاره کنیم تمکن منطقی لازمه که مدت‌ها باشه تو حسابتون، دست نخوره و چه بسا هی هم اضافه بشه. این کلیات مزایاش بود. معایبش ببینید استارتاپ هرچند خیلی دقیق اعلام نمیشه و ظرفیتش، ولی ظرفیت داره. یعنی معمولا سالیانه عددی رو اداره مهاجرت ظرفیت تعیین میکنه که بر اساس همون تعداد تایید میکنه پرونده رو. این یه محدودیت برای پرونده استارتاپ. یکی دیگه از معایبش اینه که سختگیری میشه تو بررسی پرونده. یعنی با اینکه با ریکوایرمنت ها اولیش برای متقاضی خیلی سخت نیست، ولی تو موارد دیگه افسرها سخت میگیرن، یعنی همین چشمشون رو نمیبندن به همین راحتی همه چیز رو بپذیرن و قبول کنن. مشکل تمکنم اشاره کردم بهش، باید پول تو حسابتون مدت ها بمونه. یک نکته دیگه هم هست که من نمیتونم بگم جز معایبشه، شاید جز خصوصیاتشه، خیلی اشاره بهش نشده. این که خیلی عنوان میکنن که آقا شما یه هزینه میکنی برای پرونده استارتاپ و دیگه کاری نداری تا PR بشی. اینطور نیست. شما به عنوان فرد متقاضی اصلی تو پرونده، حالا چه اسنشیال باشید چه نباشید، یه سری فعالیت ها باید انجام بدید. یعنی شما باید قاعدتاً جلساتی داشته باشید با اعضای گروهتون، با اون در واقع DO که لتر آف ساپورت رو به شما داده. باید فعالیت هایی نشون داده بشه که مثلا شما برندتون رو ساختین، شما لوگوتون رو ساختین، شما تحقیقات بازار انجام دادید، حتی پروتوتایپ محصول یا سرویستون رو آماده کردین. خیلی از موارد هست تحقیقاتی که مثلا راجع به رقیباتون بررسی کردین. اینا چیزایی هستش که تو مسیر این پرونده که 2 تا 3 سال ممکنه طول بکشه باید انجام بشه. و این رو چه کسی باید انجام بده؟ اعضای این پرونده باید، اعضای این متقاضین اصلی این پرونده باید انجام بدن. هیچ DOی نمیاد این کار برای شما انجام بده، مگر اینکه بخواد برای شما در واقع هزینه‌شو ازتون بگیره و براتون انجام بده، که منم این توصیه نمی‌کنم، به خاطر اینکه اگر فعالیت‌ها رو شما انجام نداده باشید، افسر پرونده ممکنه از شما سوالاتی بکنه تو مسیر پرونده، تو مسیر
در واقع بررسی پرونده و شما دیگه جوابی ندارید بهش بدید، چون شما انجام ندادید اون کارا. به هر حال باید یه کارایی انجام بدید که نشون بدید میخواهید این بیزنس رو فعال کنید، بررسی کنید راجبش، بازار رو بررسی کنید. اینا باید نشون داده باشه و شما به عنوان متقاضی اصلی باید این کار رو انجام بدید. و خب یکی از بزرگترین در واقع عیب‌ها شاید زمان بررسی پرونده باشه که بالای 2 سال معمولا زمان میبره. حالا استثناءات هم هست که کمتر بوده، ولی معمولا شما برای اینکه برسید به پرونده، به اقامت دائم کانادا، بالای 2 سال وقت نیاز دارید که توی این پرونده، توی این پروسه قرار بگیرید و به نتیجه برسید. این چیزی نیست که خیلی سریع نتیجه بدهد. یک نکته دیگه هم جزء معایبش میشه در نظر گرفت، اینه که این پرونده تیمی هستش. حالا چه مثلا 5 متقاضی اصلی باشه، چه 3 تا 4 تا، هر چقدر به هر حال روی پرونده استارتاپ باشن که میشود کمتر از 5 تا متقاضی هم بشه، ولی خب چون تیمیه یه خورده ریسک کارو میبره بالا، چون اعضای تیم باید با هم تعامل داشته باشن و تصمیم گیری هاشون یک نواخت باشه، مدارکی که ارائه میدن به موقع باشه، توی یک رنج زمانی باشه. این چیزی که یه خورده مشکل سازه بعضی وقتا. خب من کلیات استارتاپ رو تقریبا گفتم. یه سری ناگفته ها هم هست که حقیقتش شرکت های مهاجرتی یا اون ماشاءالله های ماست فروشی که استارتاپ رو دارن کنار ماستاشون میفروشن، من اینجا مجبورم اینا رو یه خورده با شما در میون بذارم که مواظب باشید دچار این مسائل نشید. خیلی مهمه این قضیه که شما بدونید ممکنه چه اتفاقاتی بیفته تو پروسه پرونده استارتاپ. کسایی که بهتون میگن امن‌ترین پرونده است استارتاپ، شاید تا حالا استارتاپ رو از A to Z شو انجام ندادن، که من خب خیلی دیدم واقعا اینجوری بوده. این نمونه هایی که من عرض میکنم خدمتتون حاصل تجربه بیش از 100 پرونده استارتاپه که ما داشتیم و بر اساس اینها من عرض میکنم که چه مسائل مشکلاتی ممکنه تو پرونده استارتاپ به وجود بیاد. من اشاره کردم یکی از معایب پرونده استارتاپ اینه که شما تیمی باید فعالیت بکنید. خب ما تیمی داشتیم که چه بعد از صدور لتر آف ساپورت چه قبل از صدور لتر آف ساپورت یکی یا چند تا از اعضای تیم پشیمون شدن. خب این حداقل اتفاقی که به وجود میاره اینه که مدت زمان اجرای پرونده رو زیاد میکنه. یعنی شما مجبوری که اگر لتر آف ساپورت صادر نشده باشه، خب باید یه فرد دیگه جایگزین اون فرد بشه، باید دوباره با اون پوزیشن کسی رو پیدا کنی که بخوره در واقع به اون پوزیشنی که مورد نیازه. اگر بعد از صدور لتر آف ساپورت باشه کاری خود سنگین‌تره، به خاطر اینکه لتر آف ساپورت قبلی باید ریووک بشه، لتر آف ساپورت جدید صادر بشه، مجددا کسی جایگزین بشه. خب اینا همه زمان بره. لتر آف ساپورت، من اینم اشاره کنم نگفتم تو حرفام، لتر آف ساپورتی که اون دیو صادر میکنه 6 ماه اعتبار داره. یعنی بعد از اینکه صادر شد شما 6 ماه فرصت دارید که این افراد، این 5 متقاضی اصلی، مدارکشون رو آماده بکنن و سابمیت میکنن، درخواست بدن برای اقامت دائم. خب شده ما داشتیم که به دلیل اینکه یکی از اعضای تیم مثلا حالا یه مشکلی براش پیش اومده، فرض کنید مثلا دور از اون پدرش فوت کرده یا مثلا با خانومش مشکل پیدا کرده، دارن جدا میشن از هم، خب مدارکش آماده نمیشه، یا آیلسش مثلا هنوز آماده نیست، خب باعث شده که لتر آف ساپورت 6 ماهش بگذره و بقیه اعضای گروه که مدارکشون هم آماده بوده ما نتونستیم پرونده پیارشون رو سابمیت کنیم. اتفاقی که میفته چیه؟ دوباره لتر آف ساپورت جدید باید صادر بشه و خب معمولا اینا هزینه هم داره، یعنی اون دی او بابت این لتر آف ساپورت پول خواهد گرفت. مشکلات دیگه هم بوده که مثلا حتی ما بعد از لتر آف ساپورت، بعد از سابمیت پرونده پیار هم شده کسایی که توی تیم مشکل به وجود آوردن، مثلا اصلا نظرش عوض شده، دیگه نمیخواد بیاد کانادا، یا گرین کارت آمریکاش اومده اصلا ترجیح داده دیگه از پرونده استارتاپ بیاد بیرون. چه کار باید کرد؟ اینا چیزایی که شما باید باهاش برخورد داشته باشی، تجربهشو داشته باشی که بدونی چه کار باید کرد، چجوری میشه اینو حل کرد. خب اینا بعض این دست مسائل خیلی زیاده توی پرونده استارتاپ. میخواستم فقط اشاره‌ای بکنم که کسایی که تجربه کار پرونده استارتاپ رو ندارند خیلی وقتا به شما میگن که پرونده استارتاپ خیلی راحته همه چیزش، ولی اینجوری هم نیست. یعنی اگر به همین راحتی بود که قاعدتاً باید
همه از پرونده استارتاپ استفاده میکردن، ولی اینطور نیست. یعنی هم خصوصیات متقاضی اصلی مهمه، تمکنش مهمه و آمادگیش مهمه. این مواردی که من دارم خدمتتون عرض میکنم جزء مواردی که شما باید به عنوان آمادگی قبل از شروع پرونده استارتاپ در نظر بگیرید. اینکه شما باید بدونید مبلغ تمکنتون باید بمونه تو حسابتون حتی برای 2 تا 3 سال. خب اینکه باید بدونید تو پرونده استارتاپ یه سری فعالیت دارید. من نمونه عرض کنم، دوستی بود که توی پرونده استارتاپی ما بود، میگه آقا ما پول دادیم که کاری انجام ندید، شما هر ماه برای ما جلسه میذارید، ما اصلا از ما میخوایم برند بوک درست کنیم، از ما میخوایم ریپورت رقیبامون رو بدیم بهتون. خب این چه کاریه؟ من اصلا وقت ندارم این کارو بکنم. این داستانا. خب باید بدونید که اینطور هم نیست که شما بشینید و هیچ کاری نکنید رو پرونده استارتاپ. این رو در نظر داشته باشید. یه مواردی هم اعلام میشه توسط سری از شرکت‌ها، میخواستم بهش اشاره بکنم که حواستون به اینم باشه. دیدم یکی از شرکت‌ها اعلام میکنه آقا بعد از اینکه شما PR شدین، ما این بیزنس شما رو یا این استارتاپ شما رو انقدر ما خوبیم که تا 3 سال برای شما نگه میداریم. خب من نمیدونم این اصلا خوبی و بدیش مطرح نیست، اصلا نمیدونم چه دلیلی داره. اگر اون بیزنس خوب باشه، خب اعضای گروه که خودشون سهام دارن، دوست داشته باشن نگرش میدارن، دوستم نداشته باشن که منحلش میکنن و تمام انحلالش بعد از اینکه شما PR گرفتید منع قانونی نداره. من میدونم این سوال خیلی از دوستانی هستش که میخوان استارتاپ ویزا رو اقدام بکنن. شما توی کانادا PR مشروط ندارید، ما اقامت دائم مشروط نداریم. اقامت دائم یا گرفتید یا نگرفتین. اگر گرفتین مشروط نیست، هیچ کس نمیتونه اقامت دائم شما رو از شما بگیره مگر اینکه یا شرایطش که اینه که 2 سال حداقل از 5 سال در خاک کانادا بوده باشید، یا اینکه اقدامات تروریستی خاصی انجام داده باشید که برای امنیت کانادا ایجاد خطر کرده باشید که اونم باید بره دادگاه حکم بده. بنابراین شما بعد از اینکه پرونده استارتاپتون به PR رسید، PRتون رو گرفتین، حتی اگر یک قدم در راه بیزنستون ور ندارید، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. اگر افتاد من اینجا نشستم، بیاید با من صحبت بکنید، من گردن میگیرم این رو. خب پس اون داستانی که ما 3 سال بعد از پرونده PR شما این استارتاپ رو نگه می‌داریم، اینا یه جزء تبلیغات در واقع دروغینه. من مثالش رو براتون بزنم. من خیلی جالب بود برام اون موقع روی تبلیغات در واقع کار میکردیم، چون رشته تحصیلی من این بوده. یه بحثی بود که شما پودر، این تبلیغات پودرای ماشین لباسشویی هست که میگن مثلا این ماده و این ماده هم تو پودر ما هست. بعد ما میرفتیم نگاه میکردیم مثلا این ماده‌ای که اینا عنوان میکنن توی پودر ماشین لباسشویی ما هست، تو همه‌شون هست، تو تمام پودرهای لباسشویی هست. اینا چرا دارن اینو بولد میکنن؟ خب اینم قضیهش همینه، یعنی که ما تا 3 سال پرونده استارتاپ شما رو بعد از اینکه شما PR گرفتین باز نگه می‌داریم و بیزنس شما رو ادامه میدیم. خواستم چیز من نمیدونم این چه دلیلی داره غیر از اینکه هزینه اضافه باشه یا غیر از اینکه اصلا حتی دروغ باشه. خب اینو دقت کنید، مهمه که شما بدونید چه چیزایی رو دارن به عنوان تبلیغ بولد میکنن، چیزی که اصلا نیاز نیستش. راجع به اینکه بیزنس رو بخواین ادامه بدید یا نه، اینم مطرحه که اصلا در واقع این سوال ریشه‌ای به وجود میاد. آقا اصلا استارتاپی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، این که من بیام یه ایده بدم، بعد این ایده ها رو تحویل یک اینوستور بدم، اون اینوستوره من باید برم یه پیچ تک بدم، باید برم خودم رو پرزنت کنم، بیزنسمو پرزنت کنم، بیزنس پلن داشته باشم، اینا رو بدم به اینا بررسی کنم، بعد حاضر باشم بیان روی سرمایه گذاری کنن. خب همه اینا رو دارم انجام میدم. خب این وسط این پول دادنه چیه؟ من چرا باید پول بدم اصلا؟ خب مگه ایده من این قرار نیست بیاد روش سرمایه گذاری کنیم؟ پس چرا من پول میگیره؟ خب اینو فکر کنم تا حالا هیچ کسی باز نکرده. من خیلی راحت به شما بگم، ببینید این یه بیزنس واقعیتش، یعنی اینکه این شرکت‌های دی او، حالا همشون نه ولی خیلیشون این رو به عنوان یه پتانسیل درآمدی در نظر میگیرن. یعنی قرار نیستش که شما واقعا یه ایده خلاقانه ارائه بدید که اینا واقعا بیان روش سرمایه گذاری کنن. خیر، شما قراره یک ایده‌ای بدید، چه بسا بعضی وقتا شما ایده‌ش هم نمیدید، این شرکت‌های سرمایه گذاری خودشون میان یا شرکت‌های جانبیشون میان ایده بهتون میدن، بیزنس پلن بهتون میدن، پول هم ازتون میگیرن، بعد خودشون هم لتر آف ساپورت میدن. عین واقعیت. بابت این کاراشون هم از شما پول میگیرن. این وسط شرکت‌های مهاجرتی هم هستن که میان بخش مهاجرتی کار رو انجام میدن.
اونا هم پول میگیرن. دلیل این که شما تو پروسه پرونده استارتاپ پول میدهید این هاست. اگر شما نمیخواید این هزینه ها رو انجام بدید، تنها راهش اینه که ایده واقعی خلاقانه داشته باشید با اون خصوصیاتی که عرض کردم. خودتون مستقیما ارتباط بگیرید با این دی او هایی که لیستش هم هست توی وبسایت اداره مهاجرت کانادا. اگر جوابتون رو بدن، البته چون عرض کردم اونا هم این رو به عنوان بیزنس دارن میبینن، اگر جوابتون رو بدن، تایید کنن، خب بسم الله، شما بدون اینکه هزینه خاصی انجام داده باشید میتونید اقدام کنید. اینکیوبیتورها معمولا پول میگیرن، قانونی هم هست، به خاطر اینکه سری خدمات ارائه میدن، آموزش میدن، بیزنس پلنی که شما تهیه کردین رو میان دوباره ریویو میکنن، بررسی میکنن، ادیت میکنن، دوره‌های آموزشی آنلاین ممکنه براتون بذارن و چه بسا حتی حضوری. مثلا من دیدم شرکت مهاجرتی هستن که بالا با اینکیوبیتورها کار میکنن، سری دورات تو دبی، تو ارمنستان دارن برگزار میکنن، بابتش هم پول میگیرن. طبیعیه. من این رو اشاره کردم که بدونید اصلا بحث این پول دادن تو پرونده استارتاپ چیه. این کلیاتی بود که در واقع راجع به استارتاپ ویزای کانادا من می‌خواستم راجعش صحبت بکنم و هر جایی احساس کردید که نیازه که توضیح بیشتری داده بشه یا ریزکاری احساس کردید که شما متوجهش نشدید، حتما کامنت بذارید، پیغام بدید از طریق سوشال میدیای ما، حالا چه همین یوتیوب، چه اینستاگرام، یا از طریق وبسایتمون، یا هر شبکه اجتماعی که همشون رو ما داریم، فیسبوک، عرض شود توییتر، هر جایی که خواستین از طریق اونا با ما در تماس باشید. در اسرع وقت اگر لازم باشه مستقیما با شما تماس میگیریم و جواب میدیم. اگر هم کامنت بذارید ما سعی میکنیم در همون کامنت جوابی که مد نظر شماست رو براتون بفرستیم. موفق باشید. خب دوستان ببینید، همونطور که گفتم شرکت دی او که در واقع سرمایه گذار هستش یا تایید کننده اون استارتاپ شما هستش، 2 مدرک گفتیم صادر میکنه. یکی کامیتمنت سرتیفیکیت هستش، یکی هم عرض شود لتر آف ساپورت که بر اساس اون شما میتونید بعدش اقدام کنید برای درخواست صدور PR یا اقامت دائم کانادا. اینجا یه نمونه از این مدارک رو من میخوام برای شما شرح بدم که ببینیم با هم چی هست و توش اتفاقا اون یه بخشی از مطالبی که توضیح دادیم پرونده استارتاپ هم میشه توش دیدش. همونطور که میبینید استارتاپ بیزنس کلاس کامیتمنت سرتیفیکیت بالای این برگه نوشته شده. خب این پس کامیتمنت سرتیفیکیت. کامیتمنت سرتیفیکیت مدرکی هستش که شرکت دی او صادر میکنه و یک نسخه از این رو قطعاً برای اداره ایمیگریشن کانادا میفرسته برای اینکه جزئیات این استارتاپ رو در واقع توضیح داده باشه به اداره ایمیگریشن، هرچند که مدارک دیگه‌ای هم ضمیمه خواهد کرد، ولی یکی از فرمای مهمی هستش که شرکت دی او باید به اداره ایمیگریشن بده. همونطور که اشاره کردیم letter of support و همینطور commitment certificate که در واقع یک مدرک خیلی شبیه به هم هستن، انگار یک خانواده مدارک هستن، با هم صادر میشن و در یک تاریخ صادر میشن، ولی هر دوی اونها یعنی هم letter of support و هم commitment certificate 6 ماه اعتبار دارن. حالا توی این مورد خاص اگر ببینید 28 ژانویه 2021 صادر شده و 28 جولای 2021 منقضی میشه، یعنی دقیقاً 6 ماه. خب این از در واقع تاریخ اعتبار این مدرک هستش که خب باید توی این 6 ماه حتما پرونده پی آر سابمیت بشه، در غیر این صورت این مدارک دوباره باید صادر بشه. خب من فقط این رو هم عرض کنم، این لتر آف ساپورت و این کامیتمنت سرتیفیکیت که ما داریم روش توضیح میدیم به پی آر ختم شده، یعنی این افراد الان ویزای استارتاپ کانادا رو دارن. حالا بعضیشون ممکنه داخل کانادا باشن، پی آرشون هم گرفته باشن، بعضیشون شاید هنوز نه، یعنی خیلی هم جدیده. الان ما توی 2024 هستیم. خب این قسمت بخش Designated Entity Information که اطلاعات شرکت اینوستور یا همون دی او اینجا قرار داده شده، اسمشون هست که خب ما به دلایل
خاصی باید اسمشون رو مخفی کنیم که کردیم. نوعش که حالا تو این زمینه انجل اینوستور هست، اینجا قید شده، جلوتر هم میبینیم حالا انجل توش قید شده. بخش دوم بخش اپلیکنت ها هستن، اپلیکنت های این تیم استارتاپی که اطلاعاتشون قید شده. ببینید این یکی از اپلیکنت ها هست که بازم اسمش مخفی شده، تاریخ تولدشه، کجا متولد شده که ایران هستش. اینجا سوال میشه که آیا این فرد به عنوان اسنشیال هست توی بیزنس، همون فرد کلیدی که ما راجبش صحبت کردیم که گفتیم اگر در واقع فرد کلیدی باشد توی گروه میتوانیم قبل از در واقع صدور پی آر براش درخواست ورک پرمیت بدیم که خب این فرد اصلا اسنشیال پرسن نیست، اینجا هم قید شده. این قسمت آدرسش رو میخواد از ما که ایشون شیراز هم بودن اتفاقا، شماره تلفن و ایمیلشون رو هم میخواد. این بخش بعدی اعضای دیگه تیم هستن که اطلاعاتشون رو از جمله اسم و فامیل، محل تولد، تاریخ تولد و اینکه آیا اسنشیال هستن یا خیر اینجا قید شده. ببینید یک فرد 3-1 میبینید که مشخصاتش تا اینجا هست. 3-2 نفر دوم به همین ترتیب اطلاعات خواستیم. ایشون اسنشیالن. ببینید نفر سومی که اینجا میبینید اسنشیال، نفر دوم در واقع این گروه اسنشیال هستش که اینجا تیکش خورده. این فرد قطعا الان داخل کانادا است چون براش ورک پرمیت ما گرفتیم. یعنی به هر حال قبل از اینکه اصلا پیارش بررسی بشه و پیارش در واقع تایید بیاد الان داخل کانادا بوده. نفر بعدی باز به همین ترتیب اطلاعاتش هست. 3-4 و ببینید 3-5. اگه دقت کنید دیگه بیشتر از 5 تا اینجا متقاضی جا نداره بزنید، چون همونطور که گفتیم رو هر پرونده استارتاپی 5 نفر رو ما میتونیم به عنوان متقاضی قرار بدیم. خب حالا سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد که چرا 3-5 خالیه؟ بله، تیم استارتاپی که درخواست در واقع اقامت دائم داده روی این پرونده استارتاپ 4 نفر بودن. خب یعنی 4 نفر درخواست اقامت دائم دادن. حالا اینجا چند تا من تبصره اضافه کنم. اول اینکه اینجا خودش نشون میده با توجه که این پرونده موفقیت آمیز بوده و به پی آر رسیده، اول اینکه نشون میده خب شما تعداد تیمای استارتاپتون لزوما نباید 5 تا باشه، میتونه کمتر هم باشه، حتی 2 نفر و حتی 1 نفر هم میتونه باشه. خب این یه نکته. نکته بعدی اینه که شما میتونید 5 نفر روی استارتاپ داشته باشید ولی همشون درخواست پی آر ندن. فرض کنید 2 نفر از اونها اصلا داخل خاک کانادا هن، میخوان هم پول بذارن هم کمک کنن ولی اصلا اونا اقامت دائم کانادا دارن یا سیتیزن کانادا هستن اصلا. بنابراین اونا رو پرونده شما برای درخواست پی آر کانادا نخواهند بود ولی به عنوان شرکای شما توی استارتاپ هستن. این هم دقت بکنید. خب این بخش دیگه میریم توی بیزنس اینفورمیشن که اطلاعات بیزنس هستش، اسم بیزنس هستش که حالا این قسمتش هم از نظر یعنی بخش اسم قانونیش که ثبت شدهش اینجا قید شده، این در واقع اسم برندشه. اینجا راجع به شرح فعالیتش که اصلا کلا این استارتاپی که قراره پرزنت بشه برای اداره ایمیگریشن اصلا چی هست که اینجا حالا توضیح داده شده که در واقع یه اپلیکیشن کلاود بیسته برای طراحی مثلا آشپزخونه و این مسائل. خب اینجا توضیح داده شده راجع که این این قسمت نوع بیزنسی که در واقع اینجا شما دارید به عنوان استارتاپ ارائه میدید رو میپرسه که چه نوعی هستش. خب اینجا Information and Communication Technology هستش نوعش. محلی که این بیزنس قرار فعالیت خودش رو انجام بده اینجا سوال شده که ونکوور بریتیش کلمبیا هست. این رو من یه توضیح بدم. ببینید ما میگیم برنامه استارتاپ برنامه فدراله و معنیش اینه که وقتی شما پی آرش رو میگیرید و پی آرتون تایید میشه هر جای کانادا میتونید زندگی بکنید. خب این صادقه و درسته،
فقط این نکته رو باید توجه کنید که اون فرد یا افراد کلیدی یا اسنشیال، چون که زودتر از در واقع بررسی پرونده پیار، زودتر از اینکه پیار تایید بشه وارد کانادا میشن، حتما باید وارد شهر و استانی بشن که اینجا توی این letter of support یا حالا این مورد commitment certificate قید شده. اینجا ما گفتیم این بیزنس قرار است در ونکوور در استان بریتیش کلمبیا فعالیت اصلیش رو انجام بده. بنابراین فرد اسنشیال که اونجا بالا هم دیدین تیک خورده، حتما باید ورودش با ورک پرمیت به ونکوور باشه. ولی بعد از اینکه پیار شدن هر جای کانادا و بقیه اعضای گروه که پیار شدن، پیارشون تایید شد، هر جای کانادا میتونن برن. هیچ محدودیتی برای این قضیه وجود نداره. خب این کامیتمنت سرتیفیکیت، من اینجا توضیح دیگه هم بدم. برای هر کدوم از اعضا یه نسخه از این کامیتمنت سرتیفیکیت و لتر آف ساپورت صادر میشه. خب معمولا از اون بالا که اعضا رو معرفی میکنن، نفر اول میشه اون نفری که براش این مدرک صادر شده و نفرات بعدی به همین ترتیب میاد پایین. به همین دلیل سوالاتی هم که بعداً میپرسه، مثلا این قسمت 4-5 که داره میپرسه are there urgent business reasons for the applicant to come to Canada before permanent residency is obtained، سوالش اینه که آیا این فرد باید به دلایلی که حالا برای بیزنس مهمه زودتر از بررسی پرونده پیارش وارد کانادا بشود. سوال راجع به این متقاضیه که این مدرک براش صادر شده، که تو این زمینه این فرد چون اسنشیال نیست جوابش نوه. خب اگر میگیم یس اینجا باید توضیح بدیم. حالا من خیلی ریز وارد اینا نمیشم، ولی کلیاتی که به درد ما میخوره راجبش صحبت میکنیم. یه خورده راجع به بخشای مهم بیزنس اینجا سوال کرده. Details of which essential part of the business operations will be conducted in Canada، که داره میپرسه کدوم بخش از بیزنس شما از داخل کانادا ران میشه و آپریشن یا اجرا میشه و توضیح بده. اینجا بخش بیزنس استراکچر هستش. Have you confirmed that the applicant has control over any intellectual property and other assets being brought into the business؟ خب سوالی که میگه که آیا این تایید میکنید که این اپلیکنت، یعنی دقیقاً این متقاضی، کنترل همه در واقع مالکیت اون دارایی ها، حالا چه دارایی های مادی چه دارایی های معنوی که حالا میشه برند و این مسائل، یا تایید میکنید که اون تحت کنترلش هستش، این تحت کنترلش هست یا نه. که اینجا باید تیک بخوره نو، چون الان در اختیارش نیست فعلا، چون داخل کانادا که نیستش. خب بعد این قسمت راجع به این سوال میکنه که آیا اصلا بیزنس شما ثبت شده نشده، که اینجا ما باید توضیح بدیم ثبت شده، کجا ثبت شده، تا در واقع رجیستریشن نامبرش رو باید قید بکنیم. این بخش که خیلی مهمه، در واقع پوزیشن هر فردی توی letter of support یا توی در واقع commitment certificate. البته توی commitment certificate این به جزئیات قید شده، توی letter of support نه به این شکل، خیلی جزئی تره. حالا میریم جلو با هم میبینیم. اینجا دقیقاً اسم افرادی که حالا ما هاید کردیم، پوزیشنشون چیه و چه وظایفی به عهده دارن توی بیزنس. این یک فرد، این دو فرد، این ما هاید کردیم اینجا، این 3 فرد و این 4 فرد که دارید میبینید قید شده اینجا. این بخش میزان سرمایه گذاری که این شرکت سرمایه گذار در واقع داره انجام میده قید شده که $90,000 تعهد کرده سرمایه گذاری کنه. ما گفتیم این شرکت انجل اینوستور بوده. شرکت انجل باید حداقل $75,000 تعهد سرمایه گذاری بدن، که حالا اینجا بیشتر سرمایه گذاری هم کرده، $90,000 در واقع سرمایه گذاری کرده. باز اینجا یه مقدار در مورد خود این شرکت انجل
یه بخشی اطلاعاتی داره که حالا خیلی شاید لازم نباشه. بیشتر راجع به درصد شیری هستش که در واقع انتقال پیدا کرده به این اینوستور. اگه اینجا دقت کنید 25% از سهام این شرکت به نام شرکت انجل اینوستور هستش در این مرحله و به همین ترتیب درصد سهام بقیه اعضا هم اینجا ذکر شده که این فرد متقاضی که دقیقا این مدرک برش صادر شده دقیقا 20% پری اینوستمنت شیر داره که در نهایت پست اینوستمنت شیرش 15% میشه، یعنی بعداً دوباره این میزان سهام تغییر میکنه. اینجا قید شده توش. باز اینجا راجع به این صحبت میکنه آیا سوال مهمیه که اینجا میپرسه که شما توسط این اینوستور یا دی او شارژ شدین، یعنی مبلغ پرداخت کردین یا نه، که اینجا توضیحاتی داده میشه. این قسمت در بازم راجع به other terms and conditions applicable to investment being made by the designated entity. اینکه اصلا این دی او چه کارهایی انجام میده، چه مراحلی طی کرده برای اینکه تایید بکنه این letter of support یا commitment certificate رو اینجا توضیح داده شده. میگه که آیا این بیزنس تایید میشه توسط این دی او که به عنوان بیزنس پلن آیا داشته اصلا یا نه، و اصلا کلا اساسا به عنوان بیزنس کلاس، استارتاپ بیزنس کلاس شناخته میشه که اینا بتونن بیان استارتاپ اقدام کنن. سوالای یه خورده بدیهی هم داره دیگه. بله یس. خب به همین ترتیب من سوالای مهمتری که برامون مطرحه رو میام جلوتر توضیح میدم. اینجا سوال میکنه چطور، این در دقیقا از متقاضی میپرسه که چطور درسته که اینو من اینم توضیح دادم، درسته که اینجا انگار سوالها از متقاضی پرسیده شده انگار یه بخشایش، ولی اینو اینوستور داره پاسخ میده. اینجا میگه که شما چطور اصلا با این بیزنس پلن آشنا شدید، یعنی مثلا از طریق چه ارتباطاتی شما با اینوستور، با اعضای تیم اینا آشنا شدید و چه افرادی توی این قسمت داره میگه که توی شکل دهی این بیزنس پلن کمک کردن. اینجا باید توضیح بدیم. این بخش دوباره داره میگه has your organization confident that the applicant has sufficient financial resources. خب اینجا گفته که اگر این فرد اسنشیاله آیا دی او این تایید میکنه که این شرایط مالیش اوکیه برای این کار، که اصلا نه چون ایشون اسنشیال نبودن. خب این کلیت کامیتمنت سرتیفیکیت. حالا ما بریم روی آیتم بعدی که letter of support. ببینید startup business class commitment certificate دیگه نیست، letter of support. خب باز اینجا قسمت بالاش همونجوری که می‌بینید تاریخ صدورش و تاریخ انقضاش که 6 ماه بعد از صدور است. اینجا اسم اون شرکت اینوستور هستش، اینجا اسم اپلیکند یا متقاضی اصلی است، تاریخ تولد و حالا آدرسش و بقیه مشخصات. اینجا سوال میکنه is the person listed in the commitment certificate، میگه که آیا این فرد یعنی متقاضی تو commitment certificate اسمش اومده، که ما میگیم yes. خب بعد میگه اگر میگی yes توضیح بده، که اینجا ما توضیح میدیم که بله ایشون نان اسنشیاله، توی اون گروه هم استارتاپیمون هست ولی نان اسنشیال یعنی فرد کلیدی نیست، ما نمیخوایم براش درخواست ورک پرمیت هم بدیم در آینده. خب اینجا باز محل لوکیشن بیزنس رو سوال کرده. اینجا باز داریم توضیح میدیم بخش ورک پرمیت اینفورمیشن، توضیح میدیم که این فرد اسنشیال نیست توی این گروه، به همین دلیل ما اصلا نمیخوایم در واقع این بخش از در ورک پرمیت رو براش انجام بدیم. خب دوباره سوال است، این همون کامیتمنت سرتیفیکیت. سوال میکنه یا شما تایید میکنی که این شرایط مالیش رو داره که بنان اسنشیال یا همون فرد کلیدی باشه، که جواب نه چون اصلا این فرد اسنشیال نیستش. خب
این بخش آخر یه لیستی ما داریم اینجا که تقریبا همه اعضای گروه رو داریم به غیر از متقاضی، چون متقاضی اسمش بالای letter of support هست. خب 3 تا اسم شما اینجا میبینید. با متقاضی میشه 4 تا، یعنی این گروه استارتاپی ما 4 نفر اقدام کردن برای پی آر که یکیشون همونجوری که اینجا میبینید اینجا یس خورده، یکیشون فرد کلیدی یا اسنشیال بوده. خب این کلیت letter of support. معمولاً و قاعدتاً چیزی که اعلام شده توسط اداره ایمیگریشن اینه که شما باید این فقط letter of support رو ارائه بدین در پرونده درخواست پی آرتون. خب ولی چون که تجربه ما نشون داده، یه تعداد زیاد پرونده انجام شده، نشون داده که افسر در مراحل بعدی بقیه داکیومنت ها و مدارک هم ازتون میخواد، یعنی کامیتمنت سرتیفیکیت هم میخواد، حتی بیزنس پلن رو میخواد و اینا. به همین دلیل ما معمولا از همون ابتدا همه مدارک رو از جمله هم کامیتمنت سرتیفیکیت، هم لتر اف ساپورت، هم بیزنس پلن و چه بسا مدارک بیشتری از بیزنس مثل ثبت شرکت، مثل ثبت برند و موارد دیگه شبیه این رو توی پرونده میذاریم که دیگه افسر خیالش راحت باشه و دوباره اینا رو از ما جدا درخواست نکنه. من فقط میخواستم این رو شما ببینید به عنوان اینکه لتر اف ساپورت چیز عجیب غریبی نیست، یعنی مدرک یا داکیومنت شاخداری نیستش، یعنی فرم دیگه شما دارید میبینید. حالا بعضی از لتر اف ساپورت ها و کامیتمنت سرتیفیکیت ها تعداد صفحاتش بیشتره به دلیل اینکه حالا نوع بیزنس جوریه که توضیحات بیشتری شاید میخواد و این موارد باعث میشه مثلا تعداد صفحات اینا بره بالاتر، ممکن تا 14 صفحه، 15 صفحه، 17 صفحه حتی ما کامیتمنت سرتیفیکیت یا لتر اف ساپورت داشته باشیم. خیلی ممنونم که توجه کردید. موفق باشید.